سلام های گاز، خیلی خوش این ویدیو سری از سایت راکستار از چنل امیر وایتی در اصل. خب دوستان توی ویدیو اومدیم تست ماشین دوت دکو بهتون بگیم و تا آخر ویدیو هم بهتون میگم که توی مدت نبودیم، کم پیدا بودیم، ولی با فعالیت خیلی بالا قراره به سری برگردیم. دنبال کردن بهتون. مثلا این ماشینی که داریم میبینید الان تو کارسا وی آی پیه که ویدیو و بعدی میریم جای کارتا وی آی پی رو بهتون نشون میدیم که این ماشین نمیشه با کورت خرید، با کورت خرید که فکر کنم نشید 90 که کورت میخواد یا 90 که یا 80 که، ولی با کورت خرید دیگه. مثلا بالا هم که میبینی پولم هم منفیه خب بریم اول تست و اینا سرعت و اینا رو بگیریم. تست سرعت 0 تا 100 پر کنه چقدر میده؟ من بدون تیونشه. آره این بدون تیون 458 تا میده، با تیون 300 4 700 اینا. این واقعا یکی از بهترین ماشیناش شد بلده، فقط یکم بدون دیگه یکی از بهترین ماشیناش شده بلده ماشین. دوستان حتما لایک های این ویدیو رو به بالای 10 تا برسونید که با قدرت من برگردیم. کامنت هم فراموش نکنید، تو کامنت ها بگید که پرسپولیسید یا استقلالی. تو کامنت ها حتما اعلام کنید که پرسپولیسی هستی یا استقلالی. بخوایم مقایسه کنید توی کارتا وی آی پی یه چند تا دوتته وجود داره. نه اینه یه هم حمله به اینه، فقط دپارتمانش قرمز سفیده. اون تو خود فکت دپارتمان هم که بلدشی کردیم سرعت کمتری داره و یه دونه هم ماشین پیدیه، اون که کلا داغونه، اون فکر کنم 50 که برده، هم سرعت خیلی کمی داره. یکی از بهترین ماشین کارسا وی آی پی اینه. تو ویدیو بعدی بررسی کارسا وی آی پی اونم حتما نگاه کنید که بهتون میگم کدوم ماشین از خریدن داره. دوستان تو خود مپ اصلی گیم حالا بریم یه پول بردارم تو بهتون میگم. یه پول بردارم بدنش رو تش کنم. آدم این فامیلی ها مثلا از پول منفی از اوی چه خیلی آخوری اکیا رفت، ایمان رفت، کروس رفت، چه خاطراتی یه خاطراتی. الان بریم بهش پیدا بزنیم، بریم تشت کنیم ببینیم تو چند سرده مقاومت بکنم. یه جا بخونش پیدا بزنم شخصا خودم شوف میام به این وصیت میریم برای فیشش کنیم. بله میریم برای فیسش بنویسیم.
بدنش رو بیان ساعت تشتش کنیم. ببین تو چند ضربه مقاومت کنم. 1 ضربه، 2 ضربه، 3 ضربه، 4 ضربه. 4 خوب مقاومت کرده. 5 ضربه، 6 ضربه. کی این آی کیسه زن نشکسته چرا بسن 8 ضربه کاملا مقاومت کرد. خب دوستان بریم ادامه ویدیو. بریم این تست چپرانه ازتون سه مقاومت اینا که خوب بود، عالی بود. ببینیم تست سرعتش که بودم 457 و نهایتا میره، نهایتا میره. فرود رو ببینیم تست چپرانه ببینیم چپرانه ازتون چپرانه برمیگرده برمیگرده تقریبا برمیگرده. واقعا ماشین خیلی خوبیه، فقط یکم پولی که حالا خریدنش بخواه فکر کن یه 700-900 هزار تومانی بشه برای خریدن این ماشین. که واقعا پولی که بخوای خرج کنی میتونی چه بهتر بگیری. این هم مثلا یه اسپیکر 1 ماه میتونید بگیرید، نمیتونید مثلا گودتون نگه دارید مثلا اسکیسیتی رو بگیرید. نه من میگم هر سیست نده برای این ماشین بخورید. بعد دوستان توصیه بدیم که چرا این چند ماه ما نبودیم. دوستان بنده به تیم هلپری را کشار شدم که واقعا تو این 1 ماه و نیمی که توش بودم واقعا حال نکردم واقعا. کریتوری خیلی بیشتر از تیم هلپری حال میده. کلا تیم کریتوری خیلی بهتره. بعد تایید فعالیت نکردن ما این که یک شنبه که خودتون دیدید مدرسه شروع یه وقت نکردم براتون شب ویدیو آپلود کنم. احتمالا ویدیو ها آخر هفته 4-5 چهارشنبه 2 تا 5 هم 2 تا که ما در هفته کلا 4 تا ویدیو میذاریم. دنبال کنید، سابسکرایب کنید، حمایت کنید. خیلی ممنون ویدیو تماشا کردید. تا ویدیو بعدی فعلا خدا حافظ. و تو کامنت هم بگید که طرفدار پرسپولیس یا طرفدار استقلال همون کیشه خودمون دیگه. کامنت ها بگید. عشق منید. فعلا خدا حافظ.